سربازان سفربر شده و شرطنامه‌ای ارتش روسیه خوب درک نمودند که شرطنامه با وزارت مدافع این کشور یک راه بی بازگشت است. ولی بسیاری از خارجیان که برای پول یا دیگر امتیازهای روسیه به دست سلاح گرفتند از این یک کشفیات ناراحت بودند. با گزارش لایحه اوکراینی زیستن میخواهم فعلا در صف ارتش روسیه در اوکراین کمش 3000 زرخرید خارجی می جنگند که مهلت قراردادشان با ارتش روسیه به انجام رسیده است، ولی آنها را به وطنشان جواب نمی دهند. همین منبع می افزاید که 1200 نفری آنها شهروندان کشورهای آسیای مرکزی هستند. اکثر زرخریدان خارجی هنگام امضای شرطنامه با نیروهای مسلح روسیه باور داشتند که مهلت قرارداد 1 سال است، اما این طور نیست. سرنوشت زرخریدان مثل سربازان شرطنامه‌ای و سفربر شده به دست فرماندهان است که حق دارند تا آخر جنگ زیردستانشان را در جبهه نگه دارند. همین طور نظامیان زرخرید تنها در تابوت یا بعد برداشتن جراحت وزنین امکان دارند که به خانه‌هایشان برگردند. مؤلفان لایحه زیستن میخواهم نوشتند که در ارتش روسیه بیش از همه زرخریدان بی شرطنامه از ازبکستان هستند. فعلا در صف ارتش روسیه در اوکراین 426 شهروند ازبکستان می جنگند که شرطنامه‌شان به پایان رسیده است. در جای دوم تاجیکستان است. شماره زرخریدان تاجیکستانی بدون شرطنامه 367 نفر بوده است. همچنان به این رویخط 241 زرخرید از قزاقستان، 155 زرخرید از قرقیزستان و 68 سرباز بی شرطنامه از ترکمنستان شامل بودند. فعال جمعیتی قزاقستان آرمان شورایف بر این است که در اوکراین ماندن زرخریدان برای کشورهایشان بهتر است. این افراد تجربه بزرگ آدمکشی دارند. برای آنها جمع کردن پهپاد و به واسطه آن به جای حمله کردن مشکلی ندارد. اکثر آنها با بیماری روانی بعد جنگ مواجه می باشند. از این رو فکر می کنم بازگشت آنها به وطنهایشان تهدید کلان به امنیت این کشور هاست. فرق ندارد این قزاقستان است، قرقیزستان است، ازبکستان است یا جای دیگر. در همین حال بعضا روسیه مجبور شده است بر پایه تقاضای رهبران خارجی زرخریدان را جواب دهد. لایحه اوکراینی زیستن میخواهم خاطر نشان میکند که سال 2024 با طلب قطعی سروزیر هندوستان نریندرا مودی روسیه تمام زرخریدان هندی را به وطنشان جواب داد. شورایف اصرار می‌ورزد که رهبران کشورهای دیگر نیز باید فرزندانشان را از جنگ بیرون کنند. پوتین به هندوستان وابسته است. تخمینا 30% نفت روسیه را هندوستان می‌خرد. اگر این کشور خریدن نفت را قطع کند، روسیه میلیاردها دلار را از دست می‌دهد. از این رو بازگردان 100 یا 200 هندی بدبخت ارزانتر از گم کردن 100 و یا 200 میلیارد دلار است. نمیدونم این پول کلان است یا نه. لایحه زیستن میخواهم تنها درباره آن زرخریدان خارجی حرف میزند که مهلت شرطنامه‌شان به پایان رسیده است. بر علاوه آنها در جنگ‌های اوکراین شماره زیادی زادگان کشورهای خارجی می‌جنگند که شهروند روسیه شدند. در فورم اخیر اقتصادی در شهر سنت پترزبورگ، رئیس کمیته تفتیشات روسیه الکساندر باستریکن گفته بود که حاضر در جبهه جنگ اوکراین کمش 20,000 شهروندان می‌جنگند که اخیراً صاحب شناسنامه روسیه شدند. وی زادگان کشورهای ازبکستان، قرقیزستان و تاجیکستان را در نظر داشت.